عرض سلام و ادب و احترام دارم کوچیک همتون حامد تبریزی در کنار دوستان نازنینم. قراره یک چالش خیلی خفن بزنیم با کلی جریمه و داستان. قراره مهدی بچه‌ها این حلقه رو از یک فاصله مشخص ما پرتاب کنیم بیفته داخل جاهایی که یه مشخصه دی. خب آقا 3 نفری که کمترین امتیاز رو میگیرن، 3 نفری که کمترین امتیاز رو میگیرن به قید قرعه‌ای که بین بچه‌ها رد و بدل میشه حکم بهش بدیم. مثلا ما فلفل داریم، این فلفل از این تنداست، مرسی از سکوتتون. دوغ داریم، این که یه چیز خوبیه. فلفل داریم، بله. ساق طلایی داریم، ماست داریم، دوغ داریم. مثلا این دوغ و نوشابه که می‌بینی یک نفس ها داریم، ادویه داریم، دستگاه پسر دختر کن از نهی که تونی میچسبونی میکشی و انجام خواهیم داد. او سبزه گلوریا این اسمش چی اینا؟ چی؟ گالری سید سید داوود. تبلیغاتش هم بشه، خیلی تنده، توصیه میکنم نخورید. و اینکه بریم ببینیم چه اتفاق میفته. امیدوارم بازنده من نباشم و هیچ موقع من تا حالا بازنده نبودم. خیلی مخلصم. سابسکرایب، لایک، کامنت واسه دوستاتون هم بفرستین. زنگولرم بزنی. آقا این چیزی که این الان وسط میبینین جایگاهی که ما باید پشتش قرار بگیریم و پرتاب رو انجام بدیم و آقا مهدی بر حسب بزرگ بودن اولین نفر پرتاب میکنه و براشون آرزوی سلامتی دارم. موفقیت. بله بله. دومی هم اوتیا میشه نفر بعدی آقا مهدی تبریزی هستم به افتخارشون. دلم مثل دلت خونه شقایه. و نفر سوم آقای حامد تبریزی. امتیاز بالاتری. من تا الان آخرین نفر هستم. ماشاءالله. من از همه کوچیک‌ترم آخر میندازم. من هیچ وقت نمیبازم، یا میبرم یا بازی رو به هم میریزم. Susmaz gönlümün yarası. Çık gel anla. گفتم کسی وسواس بشه. با اجازه ببخشید عذر میخوام. ستای چی؟ ستای چی؟ همه خنده دار. بلبله رو می‌خوام. آره. من یه تو بازی نیست. موری. بلبله رو من هیچ وقت نمیبازم، یا میبرم یا بازی رو به هم میریزم. منم سرگشته حیرانت کنم یک بار. من دوست داشتم حکم رو اجرا کنم. من خودم حکم رو اجرا کنم. بریم. ماشاءالله آرش. تتوهاشو میکنیم. باید مجازاتش اینه.
باریک واو باریک واو برو برگشو ویو آقا ماستر اصلا من نزدم آقا من نزدم آرش هم نزد ولی آرش خیلی بدتر از من زد بین اینم باید حکم باشه شما یه دونه شب خودمونه پس حکم بذار رسول بزن آقا منو هول نکنید. رسول بله فینال بازنده ها مرسی ببرم سالا ابدی عشق خودت تو که بابا تو به همه هرچی میزنی نمیدم اوه تیرم ماشاءالله خراب کرد بلند بلند بیا ماشاءالله امین آقا من ارتفاع فایده من شیشه میبینم میفتم آقا سنگینه شده آجی من سفتش اگه یه نفس ها در سینه هر فینال ما پتی هم اینه آمه تبریزی من نه فینال بازنده ها داریم برنامه نداریم خدا این میلیمتری نه نه چون زیر پاش بده بخاطر بابا زیر پام بده به خدا برو بابا مسخره تو در نیار برو بزن همین داداش تو یعنی یواش میگه چه ربطی به زیر پات داره عالیه همین عالیه برو ماشاءالله دوست باریکلا کاش نمیگفت عشق خودتون چند تا بازنده داشتیم؟ بازنده دست اوله بازنده بیا اینجا بازنده بگو چند تا برنده داشتیم؟ 2 تا خب. 3 تا تو که نه شما هم هستی 1 2 3 4 5 6 6 نفر نتونستم بندازم و از این 6 نفر نفری 3 تا دیگه میندازن تا ببینیم اون 3 نفری که میبازن کی. آقا 3 تا رو محبت کنید نه بده من آها این آمدی سری کنترل آقا نفر بعدی داشت جا میکرد آقا من سری میندازم یه جوری میگه مثل اینکه مثلا سری میندازه بخوره به تیر برگرده اونم بازنده گفتم این بازنده بعدی مشخصه الان میام پیش آقا نفر بعدی میگه الان میام پیش تو من هیچ وقت نمیبازم یا میبرم یا بازی رو به هم سالار بیا شما اول برسش من که نه سالار من خوش میگذاره بیا یه دست دیگه آرش بزن تو بازنده و آرش از بازنده هم فاصله الان باز به بازی چیکار باز دوباره میندازه انقدر میندازیم تو تا صبح بازیه ولی من دیگه پرتابای بد امتیاز من آره من دیگه ماکروفر زد آرش رای گیری میکنیم بعد این بازی رای گیری برو 3 نفر رو رای گیری میکنیم یه بار یه تکی بندازیم نه رای گیری میکنیم داداش برو بالا برو 3 یه سانتی 2 ماشاءالله امین
همین موقع از پایین بندازی؟ نه خوبه بنداز. یه چاپات عالی مرسی ولش کردی. بابا همتون انداختیم و بازم بازنده شدیم. حالا رأی گیری می‌کنیم. شما حق رأی دارید. آقا کیا میگن؟ آقا مهدی کیا میگن آرش بره واسه محاکمه؟ دستا بالا. نه واسه بشورم. دستا بالا. یه دونه دست آقا یه دونه بیاین پایین. 1 2 3 4 5 6 7 8 اوکی. شما نگفتی رای ندی؟ فیلم بردارم دادم. من حق رای دارم. کیا میگن سالار بره واسه مجازات؟ 1 2 3 4 5 6 سه تا بیشتر نداریم بچه‌ها. 7 تا 8 تا 7 تا. کیا میگن مرد تبریزی راست محاکمه؟ 1 2 3 رای. کیا میگن رسول بره واسه محاکمه؟ 1 2 3 4 5 رای. کیا میگن مرتضی بره واسه محاکمه؟ 1 2 من هیچ وقت نمیبازم، یا میبرم یا بازی رو به هم میریزم. آقای بی‌مردارم رای میدن؟ منم رای میدم. کیا میگن همین کوچولو بره واسه محاکمه؟ یکی مرتضی میره واسه محاکمه. سالار آرش میره واسه محاکمه. میریم واسه میز محاکمه. آقا بسم الله. ما رفتیم واسه محاکمه. توی این آنتراک که دادیم بچه‌ها داشتن صحبت می‌کردن که چه حکمی رو پلی کنیم برای این سه دوست عزیز ما. ما در اینجا چسب دو طرفه‌ای داریم که بهش میگن بک اپیلاسیون. اینو میزنن، خیلیاتون دیدین دیگه، زارت میکشن و طرف داد میزنه. چی ما اینو داشتیم. یکی از گزینه‌های دیگه‌مون آمتی فلفل قرمز. یه گزینه دیگه‌مون چیزایی که دردناکه و شما می‌خواین لذت ببرید. این سسه از این فلفل قرمز ما تندتره. دردناک نیست آقا، سوزش آوره. این اون بعدا سوزش میاره در پایین خواست و ما می‌خوایم ورودی راحتی داره. مرسی متشکرم سپاس. ما می‌خوایم یکی هم چیپس میخوره. یه قاشق از این آقا مرتضی شما بودین دیگه. بله آقا یه قاشق با دوستان دیدن دیگه یوتیوب. بچه‌ها هرچی موش بچه می‌زده آمادان و بلبل خوردنش. اولک سس میشه. نه چیز چیپس چسب چیپس چسب سس چیپس. آقا من میگم شما رأی بدین. اوه اینم رای گیریه. کیا میگن چسب رو به خاطر موهای زیادی که توی دست مرتضی است چسب رو بزنیم به مرتضی؟ کیا رأی میدن؟ نگاه این هیچ کی رای نداده. 1 2 3 4 5 6 7 نفر. چرا؟ و ایشون هم بیا جلو دیگه. بیا سالارم تایید میکنه و میریم برای اجرای حکم. سریع بیا اینجا. سریع بودو. آقا من یه چی بگم. نه آقا من یه چی بگم. نه من می آقا من یه دونه من چی پای نداریم. باید بریم. بریم. تو رو نور داره. درد نداره. جان مرتضی. این همین که اینجا میذارن. بریم. حامد اینو نه. حامد لطفاً مثلا جلوی دوربین اتهام آخه بمالی نداره. آدامس من همیشه آدامس خرسی هم نمیچسبونه. جلوی دوربین تا اینجا که دورش یه کوچولو خالی کن. نه یه دقیقه اینو نشون بده. لطفاً با من تیشرت از اینجا به بعدش رو به من بسید. آقا حکم دیگه. مرتضی ما این دستشو بگیریم. نه تو رو خودش هم میشه بگیریم. حامد تو رو از اون وره. بابا یه من هیچ وقت نمیبازم، یا میبرم یا بازی رو به هم میریزم. بمیرم من واسه عشق دوتامونو. صحنه جذاب به یاد ماندنی میشه ببینیم. با دسته مرسی. من هیچ وقت نمیبازم، یا میبرم یا بازی رو به هم میریزم.
سالارم با بله بله آقا بچه ها دوستان یکم خب آقا آقا بچه ها میریم برای رای گیری. کیا میگن این یکی رو هم بزنیم به پای آقای سالار عزیز؟ من تو هم نگاه کن اسمش بله آقا سالار ترچی بیارید پاتون رو لطفا میشه به این ناحیه. خود کوا شد آقا سالار. ما رفتیم واسه اجرا. خب نه آقا آماده این؟ 3 2 1 خودش میگه نشد. یه بار دیگه نگاه این شد یا اون شد؟ این شد نگاه خلاف جهت ما خلاف جد لطفا ولی درد داشت نشدنشم درد داشت دوستش کلا نشد ولی خب بالا به پای ما دیگه این در میاد باز ما آماده ای؟ کم دونه اذیت شه نه نمیشه نه اونجوری نمیکنه تو ازش قرقلک شم پایین بود پوستش آورد بالا ولی نفر بعدی ولی انجام آستانه دردش بالاه تو خودش نگه رنگی آقا آقا که حالا که آرش نه بابا آرش خیلی سوزش نه بابا اونو با آب قاطی کن آب کیا میگن؟ کیا میگن؟ آرش تو تشریف بیارید جلو ولی من جاشو داداش جلو تصویر باشین. کیا میگن؟ تو موفق میشی بچه‌ها کیا میگن؟ اینو با این قاطی کن بده کیا میبینی تا آخر باید بخوری ها. ما بازی هم بکنیم تا تهش باید درست بازی کنیم. با بقیه فرق داریم. کیا میگن؟ ببینم با آب قاطی یه ذره سس همونو بده خام بخوره آقا عامر جان بذار خیسی اینو میشه بازی کنی. بیا جلو پسر. آقا آرش خود زحمت بکشه. یه ذره آی میشه من یه دوغم باز کنم خوراکی سمبوسه سس هم زد خب بخور سری توف کن نه میتونه توف کنه. نه اگه تو اینو بریزی تو دهنت بتونی دو ثانیه نگه داری من به جایزه گوشی میدم. بهم بدی گوشی هم بتونی. خب سخت کن من هیچ وقت نمیبازم یا میبرم یا بازی رو به هم میریزم. از اونجایی که من گوشی دارم گوشی میگیره دیگه. بیا دال شه نمیشه نشون بده. این همه چیز شواهد مشخص بود. عملیه گاز ما به خاطر اینکه عدالت اجرا بشه خیلی شاید این ویدیو رو ببینن آقا مهدی بگم ما خیلی نامردیم. من میخوام نصف اینو واقعا یکم خیلی نامردیه بیشتره توش میخوام مرسا بخوره چون من نصف اینو واقعا یکم دیگه خیلی خیارات شد. من نصف اینو میدیم مرتضی نامردی هم نمیشه اصلا نصفش کنیم بتونه بخوره دیگه اینو توپ نکنه. اینه نمیشه دید چجوری بخوره نه ما گفتیم آقا واقعا اینم زیاده واقعا چون زیاده. دیشب این میگفت چرا غذا فلفل نداره بیا آقا آرش این دست ما خودتون تو خونه غذا تند درست خودتون با دست خودتون نمیشه دست من بله میشه بندازی من بریزم توش دستشو میلرزه سوسیه نریز بسم الله. قشنگ ما قرمز باکو هواپیما اومد لیست بزن من باید قاشقو نشون بدم. لذت ببر نه با ترکیه ترکیه توپ نکنی تلش هیچی نیست مردی تو لذت داشته با این تشکر بدش کن بخور لذت ببر بگو فلافل بیا یه ساقه طلایی برو آی فیلم برو باش برو اونجا ظرف میشوریم اونجا نه برو باش برو زنهای حال بنده لطفا اینو تو تدفیل شطرنجی کنید. آقای عبدالی تشریف بیاریم تا آرش رو بالا بیاره. بله آقا ما تمام تلاشمون رو کردیم که کنار هم دیگه لحظات خوشی رو به رقم برسونیم و ثبت کنیم و شما امیدوارم از دیدن این ویدیو خوشتون اومده باشه. دیگه دستی رو نشون لایکاتون بده. نره سابسکرایب بنده خدا یادتون نره همسر حمایت باید زبونش رو نشون بده آقا مهدی تشکر میکنم دوستان تشکر میکنم از حضور گرمتون. خیلی خوشحالم که حکم رو من اجرا نشد تا برنامه‌های بعدی شما رو ولی با این اکیپ قراره با 10-20 کلیپ به خفن بزنیم. روزای بعدم هست که حالا حکم اجرا میشه
یادتون نره حمایت کن. ماه پای من مرسی که تحمل کرد. یا علی خدا نگهدار. خدا نگهدار. من هیچ وقت نمیبازم، یا میبرم یا بازی رو به هم میریزم.